سلام دوستان عزیز. میخواستم یه ویدیویی از تعمیر هوزینگ یا مخزن رادیاتور، حالا این رادیاتور سال نیه، باید به اشتراک بذارم. یه تجربه است به هر حال. این رادیاتور از این ناحیه ترکیده، این قطعه پلاستیکی، و ما به اصطلاح برای عوض کردنش از روی ماشین بازش کردیم. فن رادیاتور روش بوده که با 4 تا پیچ بسته بوده. این 4 تا پیچ وا کردیم، فن رو جداش کردیم و شروع کردیم به باز کردن مخزن آب یا هوزینگ آب بالا. هوزینگ آب بالا، حالا من پایینش نشون بدم چون بالا رو باز کردم. من به این صورته که پیشگوشتی رو میندازیم پشت این لبه ها و یعنی دقیقا اینجا میندازیم، اینها رو بازش میکنیم. حالا من این رو باز کردم، الان دیده میشه و این هوزینگ رو از اینجا که به این سمت این شکلی بوده جداش کردم از این رو. داخل رادیاتور خودش یه نواری داره برای آبپن کردنش و از اینکه رادیاتور باز شد، اگر احیانا داخل کانالاش بسته بود یا گیر بود یا دیدید کسی هستش، من این فنر برف پاک کنه، تیغ برف پاک کن، از این استفاده میکنم برای تمیز کردن لوله های رادیاتور. و بعد از اینکه تمیز شد و رادیاتور آماده بود، ما میایم هوزینگ جدید رو برای نصب روش میذاریم. فقط دقت داشته باشیم که هوزینگ رو همون صورتی که باز کردیم ببرین، یعنی جهتش درست باشه که اگر چسب رو بزنین لبه ها رو ببرین دیگه با مشکل روبرو میشین موقع نصبش. یعنی اینکه لوله سر جهت لوله درست باشه به سمت جنتی که قراره بره سمت موتور. حالا برای بستنش ما چیکار میکنیم؟ ما میایم با چسب مزدا دور تا دور همینو روی این قسمت رو کامل با چسب مزدا میزنیم. یه مقداری هم روی این لبه ها رو چسب میزنیم، این لبه هوزینگ رو میذاریمش دقیق سر جاش به طوری که جهتمون هم اشتباه نباشه. و بعد از قرار دادنش روی این با یه انبرده است لبه ها رو فشار میدیم و ور میگردونیم. یه چند تا لبه از این ور برگردونیم، یه چند تا لبه هم از یه طرف دیگه و مجدد از این ور از اون ور که یک نواخت سفت بشه و کار به این جهت تموم میشه.